امروز هم که عنوان گذاشتم، یک جوان نوشته کرد که حیات الدین خرافاتی. شما باز ببینید ما او را پاک هم نکردیم، پاک نمیکنم من با آن که طبش خوش باشه ها. باز برش مسیج کردم که سلام علیکم برادر محترم، جور استی؟ گفتم من عنوان گذاشتم ففروا الی الله، ای آیت قرآن است عزیز دل. این حال نگفتم برش که تو کافر نمیشی که آیت قرآن خرافات بخونی. مسلمان است، یعنی چون من یک دید مذهبی دارم و او از مذهب بیرون است، با او خاطر خوش نمیم، باز میگه که خرافاتی. شاید همین قسم به هزاران تن باشن میخواهند که مردم را فرار بتن از علما، اما مردم ما آگاه هست بگوین الحمدلله. نه تنهایی که فرار نمیکنه بلکه میره طرف کسایی که اون مردم را میبرند طرف الله تبارک و تعالی ان شاء الله و بفضل الله تبارک و تعالی. در شبکه ابونه شدن رو فراموش نکنید، زیرا در شبکه ابونه شدن شما نه تنها به خود یک چیز میگیرید، شما از اون شخصانی میشوید که دینمون را پهن میکنید. اول خود درد خود ما و شماست، درد در بین خود جهان اسلام. خداوند به ما مسلمان ها توفیق بده که به این تو گپا قلب همدیگر را نرنجه. خیلی از ما خب قلب باری هم نیست، او خیلی نمیرنجه، ولی هر کس باز این قسم قلب نداره، میرنجه دوش میزنه، دعای بدش میکنه. باز از ما انشالله او تو نیست، خدا جور کردم اون قسم الحمدلله. ما یک کدام چالاکی من نیست، الله بی نیاز داده خودش جور کرده. بگوین الله اکبر، ما چیزی برش نمیگم. بعد وقتی برین طرف بیرون از اسلام، سبحان الله، شاید راست شاید دروغ، شاید راست شاید دروغ. اعلان شد که پوتین گفته که اگر در شوروی یک بین انفجار کنه، ما در ظرف نیم ساعت تماما مسلمانان را از بین میبرم. چی فکر کردی؟ ای فرعون، ای نمرود، ای شداد، اگر پوتین است، اگر اوباما است، اگر شرق است، اگر غرب است، اول خود تو این کار را نمیتونی. اگر گیرم همین قدرت خداوند برد داد، استدراج میگنی را. استدراج قدرت دادن به دشمن اسلام است. مثل که فرعون بحر رود نیل میگو بالا برو، بالا میرفت. و مثل که فرعون خیلی را از بین برد. اگر این کار را کرد و همه مسئوله که با فامیل گفتم ولی اینم خوب کیف داره که همه مسلمان ها یک دم شهید شویم و یک جای برن بیغم شویم یک دم. او تو که نمیتانه، گیرم که بتانه چی مشکل؟ ایمان که باشه، اسلام که باشه، قرآن که باشه، رضای الله جل جلاله که باشه و رضای روحانیت مقدس محمد مصطفی بلند بگوین صلی الله علیه وسلم که باشه، چی مشکل؟ که این خسک های روی دریا، این مگس ها و حشرات روی آسمان بیاینو امت محمد مصطفی را بترسانند صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم. فلهذا ما از همه مسلمان ها من حیث یک دعوتگر دینی، من حیث یک طالب علم دین خواهش میکنم که لطفاً آله دست بیگانگان نشوند، از خدا بترسند. انسجام، اتفاق و اتحاد ما را باید ما کسی که میگیم بلند بگوین لا اله، بلند بگوین لا اله سبحان الله الا الله محمد رسول الله. 1,000,000 جان باشه تو فدای این کلمه نمیکنی؟ بگو لا اله الا الله محمد رسول الله. این مگسکا و کیکا میاینو ما و شما را میترسانن. اگر بتاننم، اگر نتاننم. نتوانستنشان قوی هست و متاسفانه از طرف مسلمان امروز یا دیروز یک راکت دورانداز شلیک شد. مثل که همیشه از طرف مسلمان به سینه مسلمان شلیک میشنه، در سوریه، در عراق، در یمن، در افغانستان. و شما خبرها را شاید دیده باشین که امروز
امروز یا امشب یا دیروز اشتباه نکرده باشم یک راکت دورانداز از طرف یمن شلیک شد طرف مکه مکرمه. چطور نشرمید ها؟ چطور حیا نکردی؟ گرچنده که ما بار بار شخصا خودم حکومت سعودی را ملامت کردیم، نه ما شما، و ملامت هم است که چرا راه حل نمیسنجه و اطفال یمن را حتی شهید میسازه. ولی آیا من حیث مسلمان تو حق داشتی که به طرف خانه خدا راکت شلیک کنی؟ و الحمدلله که در آسمان خونسا شد. بگوین الحمدلله. خونسا کردن، دنیای عرب خونسا کرد. خداوند دعا کنید که انسجام را بیاره. این نفاق و دهشت و جنگ و دربدری فرار به سوی خداوند نیست. جنگی که آدم با دشمن خدا میکنه که نامش جهاد است، اگر مسلمان ها منسجم شوند و متفق شوند و متحد شوند، اونو صحیح است که باز بگوییم فرار به سوی کی است؟ الله. ولی جنگایی که ما آله دست بیگانگان شویم، یکی ما شرقی شویم دیگه ما غربی و مزدور و غلام بیگانه باشیم، این که هیچ چیزی هم نیست. خداوند به همه برادران ما آمین بگوین و به همه خواهران ما توفیق بده که فرار نصیب شود به سوی الله. آن خدایی که حضرت آدم علی نبینا و علیه السلام را وقتی به طرفش فرار کرد از گیر شیطان نجات داد. آن خدای بی نیازه که وقتی حضرت موسی از گیر فرعون به طرف کی فرار کرد؟ برود نیل فرعون را غرق کرد یا نکرد؟ و حضرت موسی را خداوند بی نیاز نجات داد. آیا خدا تغییر کرده؟ نعوذ بالله. یا همون خداست؟ بگوین لا اله الا الله. خیر اگر ما پیغمبران نیستیم، ولی خدا همون خدا هست نیست. آن الله قادر جبار قهار بی نیازه که حضرت یونس وقتی به شکم ماهی رفت، آیا توانست ماهی از بین ببره حضرت یونس؟ کی نگاه کرد حضرت یونس را در بین شکم ماهی؟ کی گفتین؟ الله. پکولا و کلاهایتان دسترتان بارین. دقیق گوش کن برادر، خوب گوش کنین. ففروا الی الله انی لکم منه نذیر مبین. حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه که خداوند میگه بگو برای امتایت که ما از طرف خداوند آمدیم، شما را میترسانم که اگر فرار به سوی الله یعنی نکردین، قهر خدا، بلای خدا جل جلاله، مصیبات الهی، آفتهایی که پدرتون نشنیده باشه و ندیده باشند بالایتون میریزه که ریخت، میریزه که ریخت و در حال ریختن است. دلیلش ما هستیم. ما طرف خدا فرار میکردیم، ما به الله دعا میکردیم، ما دامن بلا کیف الله بی نیاز را محکم میگرفتیم، ما سر به سجده به دربار خداوند میگذاشتیم، ما اشکهای ندامت و حسرت میریختیم، ما شریعت پاک حضرت محمد مصطفی را بلند بگوین صلی الله علیه و سلم محکم میگرفتیم، ما در راه شراب و قمار و رقص و زنا و قتل و اختطاف و دزدی و نفاق و بدبختی و عدم همدیگر پذیری نمی رفتیم. خداوند ما را کمک میکرد. هدف این تبلیغ چیست؟ دیوانه غلط کرد از سر میگیره. شما رو میگم برادر، شما رو اول میگم، خودم میگم، بعد دیگرها را میگم از طریق این تریبیون و تلویزیون و رادیو و میدیا اگر صدای ما را بشنوند و اگر گوش هایشان کر نشده باشه. شما که انشالله گوش کر ندارین که آمدین و میشنوین. مولانا رحمت الله علیه میفرمایند که گوش کر بفروش، گوش خر بخر. گوش خر بهتر بود از گوش کر. گوش که سخن دین نشنوه و حتی آیات قرآن بالایش تأثیر نکنه، خود دیگه شرمنده های مثل فرعون شرق و خدا زده های مثل نمرود غرب
سیاست های پلاستیکی میکنه دیگه از دست خود ماست. وگر نمیتونه در صورتی که 1.5 میلیارد سبحان الله بگوید، بلند بگوید 1.5 میلیارد بیشتر است. 1.5 میلیارد شیر بچه ها و شیر دختران محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم به نام مسلمان زنده باشه و هر دیوس و پپوس بیایه و ما را از مرگ بترسه. ورخطا نشیم، ناامید نباشیم. این روز می آید که مسلمان ها منسجم میشه انشاءالله. این روز می آید. ترس ما از چی است؟ با شما شریک می سازم. او روز خود می آیم ما باشم. شما آرزو دارید؟ ما زنده باشم که او شکر رو ببینم. داری آرزو بگو آمین. او روز می آید. او روز خداوند می آره، خود توسط ما می آره، توسط تو می آره. بگو الله اکبر. خود خداوند که نعوذ بالله بلاکای پایان نمیشه که یک کار به دسته بکنه. نه، ما و تو رم سر ما و تو می سازه این دنیا را. مگر نگفت جناب حضرت محمد مصطفی تو با شاق نگوین، ما او طرفش نمیگم. جان ما، نام ما، نفس ما فدای نام مبارک رسول الله صلی الله علیه وسلم. اون مبارک حدیث مسلم شریف است. گفت با پشت ناخونم نشان داده شد همه کره خاکی را که تماما کره خاکی را در آخر زمان اسلام گرفت. بگوین الله اکبر. ما بالمثل برشان اختار میتیم. اول ما با طرف کی فرار کردیم؟ او بلا تشبیه یک کسی که ضعیف باشه، نه؟ مظلوم باشه، ناکس باشه، بیکس باشه، بیچاره باشه، هر دم شهید باشه، بی سلاح باشه، مریض باشه، ضعیف باشه. بعد بره و با پشت سر یک کسی استاد شوه. یک کس که مخلوق است هنوز، که او کس قدرت یک شهر را داره. یگان تا است قدرت یک شهر را داره، خداوند برش داده. یگان تا است میخواه به سمت شمال بادشاه باشه، اما که قدرتش است، از او بالا قدرتش نیست. کسایی هم است که میخواه در افغانستان فرعون باشه و هر کس جواب داده میره. او قدرتش هم قدر یک 80% میچله که ایتکارا را میکنه. و کسایی هم است که قدرت یک قاره را داره مثل رئیس جمهور آمریکا. کسایی هم است قدرت دو تا قاره را داره مثل طرف شرق. ولی آیا اینا را میتوانیم بگوییم قدرتمند؟ بله؟ پشه کارش کفایت ساختی. او نمرودی که در آسمان تیر انداختی، پشه کارش کفایت ساختی. چی پروردگاری که باز تیر از اونم خونالود که پس روان میکنه. خدا را کشتم میگفت. نعوذ بالله بگوین، نعوذ بالله. حالی اینا چی فکر کردن خودشان را؟ با اتم هایشان، با کلاهک های هستویشان میفهم که چند کیلومتر راه میره، یک شهر از بین میبره. با این گرگاومدها و شغالمدها نمیتوانند کسانی را که در رگ رگ خونشان نوشته است لا اله الا الله. اون الله که 1,00,000 عالم را خلق کرده. اونم به معلومات موتو شاید بیشتر از 1,00,000 عالم باشه. یک عالمش 7 آسمان و 7 زمین است. بگوین الله اکبر. چند عالم خلق کرده؟ سابقا خو 18,000 عالم بود، نه بازی که پیش رفت. امام فخر رازی تفسیر کبیر میگه که 1,00,000 عالم 40,000 میگه ببخشید. ولی مولانا عمر سربازی صاحب میگه که نه، دریافته دیگه. حالی از آیت و حدیث و تاریخ همه گپا دریافته که نه، در دنیا یک عالم خداوند خلق کرده. این 7 آسمان با همه قاره ها، با همین شرق و غرب، با همینایی که سیاستای پلاستیکی میکنن، یک تا عالمش است. 99,000 عالمش هنوز کس خبر نداره، نامش نمیدانه. این همه به ید قدرتی کیست؟ کور نمیشیم که به طرف خدا ندویم.
نمیدارم چگونه بفهمانیم غلامای حلقه به گوش را، نمیدانیم چگونه بدانانیم اونهایی که خود مسلمان میگن و قدرت های اسلامی هم هستند و غلام حلقه به گوش همین شرقی ها و غربی ها هستند. کلمه هم میخوانند، مسلمان هم هستند، نماز هم میخوانند، با ما تو کم خدمت هم میکنند. مسجد، مدرسه، حرمین شریفین چه خدمت کرده یا دیگه کشورها، ولی اینا باقیات هم هست دارن اینا همگیشان، با غرب یا با شرق. برایشان نصیحت میکنیم، چی بشنوان چی نشنوان، برایشان پیام میدهیم. شاید از طریق فیسبوک ها و اینترنت ها و رسانه ها روزی از روزها برسه همین انسان بد که حیات الدین نام داره همینطور یک پیام از خودش نیست، از قرآن است، با آواز بلند میشنوم ففروا. نه همه بگوین ففروا، چنان بلند بگوین سرایتان صاف شو به دنیا تیت شوه. ففروا الی الله، به خدا پناه ببر، به خدا پناه ببرین. از چی میترسی؟ اول خود تو رو نمیتانه، دنیا رو میگیم، دنیا اسلام رو میگیم، جهان خواب برده امت محمد مصطفی علیه السلام میگیم. افسوس به نام ما، وای بر حال ما، چطور به یاد بردیم قطره های اشک حضرت رسول کریم صلی الله علیه و سلم را که هر لحظه و هر آن میگفت قلبا یا زبانا اللهم امتی امتی. و چی دانسته بوده حال امت پیش از پیش، چطور درک کرده بوده؟ قربانت شوم رسول الله، چطور درک کرده بوده ها حال ذلیلیت این امت را در قرن 21. لا تقنطوا من رحمت الله. قلبم میگه برات بگویم که لا تقنطوا من رحمت الله، هیچگاهی مایوس از رحمت خدا نشو. خیلی چی کنیم؟ فرار به سوی الله کنیم، نماز خود درست بخونیم، الله اکبر الله اکبر. چی که بس برادر ملا صاحب خب مرا خب مقتدی نگفته و نمیگه الحمدلله، طول نشدیم که مرا گفته باشه. مسجد داخل شد همه خاموش است، الحمدلله یک نعمت است. ولی اول میرن خود مولای صاحب و داملا صاحب میگن ملا صاحب نماز بسیار دراز کردی امروز، کار داشتم سر قبر مولای صاحب تبلیغ میکنه، شاید به گوشش مولای صاحب یک 6-7 دقیقه زیاد نگوین، خب مرده، نفرم مرده و دفنم کرده، هنوزم عبرت نگرفته، اوش که زیاد نگوین. خوش صاحب خوش، هرچی که شما بزرگوار میگین باز مرا خود مشک نمیتده. او ملایمان بیچاره چی بگیده او؟ های عالم دین، ای اقتداگر علما، ففروا الى الله، ففروا الى الله انی لکم منه نذیر مبین. پیغمبر علیه السلام میگه که ما از طرف اونا میگیم برای شما، ما از طرف خداوند شما را میترسانم. این نمیگه یک تفسیر کار است، گوش کنین جوانا، اینی لکم منه نذیر مبین یک تفسیر کلان در اینجا کار است. وقت قرطبی را، تفسیر کبیر را، ابن کثیر را، مظهری را و غیره معارف را همه مفسرین ببینی ای مزه میکنی، هی که لذت بخش از تفسیر این آیه مبارک که چگونه این مفسرین رحمت الله تعالی علیهم اجمعین به تفسیر میکشین آیات قرآن را. من میترسانم شما را نذیر مبین، ترساننده آشکارا پوسکنده برد میگم که این گوی رقم است. یعنی کدام گپ چی رقم است؟ کدام گپ چی رقم است؟ اگر فرار نکردی به سوی الله تبارک و تعالی سرت غضب خدا میآید. صحیح شد؟ اگر فرار نکردی طرف الله، اگر مومن باشی سرت ابتلا میآید، قهر سر کسی که بی ایمان میشه. بعضی مسلمان ها بی ایمان میرن مرتد شدن، نه این قهر خداست. ولی سر مسلمان ها شهادت، زخمیگری، مندیگری، ویرانی، فقر، بیچارگی، دربدری، جنگ، نفاق، ناامنی و انواع امراضی که بابا و بیبی و بابا و مادر ما نشنیده بود. چرا اینا آمدید بلاها بالای ما؟ بگوین که ما طرف خداوند فرار نکردیم، ما
طرف خداوند فرار نکردین. پیغمبر علیه السلام خداوند میگه بگو اینی لکم منه نذیر مبین، ما میترسانم شما را از طرف خداوند آمدیم که اگر یعنی طرف خداوند نرفتین، فرار نکردین، دینداری نکردین، عبادت نکردین، تقوا نکردین، سنت رسول علیه السلام عمل نکردین، بالایتان ما میترسانم شما را که بلا می آید یا در دنیا یا در آخرت.